مسکو شهر اسرارآمیزی که در روسیه قرار دارد و با جاهای تاریخیش به طرز چشمگیری بر روی نقشه جهان می درخشد. این شهر جادویی پایتخت روسیه نه تنها با کلیساهای جامع و میدان قرمز بلکه با حقایق جالبش مکانی جذاب برای توریست ها است. مسکو معروف ترین شهر مافیایی هست، ولی کسانی که به این شهر سفر کردند با خاطرات بسیار جذاب از این شهر تعریف کردند. تا به امروز بیشتر درباره کشورها صحبت کردیم. بعضی از این ویدیوها باعث شد تا شما جذب این کشورها بشوید و بعضی ها هم باعث شد که شما از این کشورها دلزده بشوید. در ویدیوهای قبلی اطلاعات زیادی در مورد کشور روسیه داده بودیم. حالا می‌خواهیم سفری به پایتخت این کشور پهناور یعنی مسکو داشته باشیم. اگه حاضر به شنیدن حقایق تلخ و شیرین شهر مسکو هستید، ویدیو رو شروع کنیم. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله رو بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال جعبه اسرار همراه باشید. قبل از هر چیزی نگاهی به مساحت و بزرگی این کشور بندازیم. روسیه مساحتی بزرگتر از 17 میلیون کیلومتر مربع دارد. اگر از نزدیک نگاهی به نقشه شهر مسکو بیاندازیم، متوجه می‌شویم که این شهر چندان هم بزرگ نیست و چیزی حدود 2511 کیلومتر مربع مساحت دارد، ولی جمعیت زیادی در این شهر زندگی می‌کنند. مسکو که همانند سن پترزبورگ شهر مشهوری است، نزدیک به 19 میلیون نفر جمعیت دارد و جمعیت سن پترزبورگ چیزی حدود 6 میلیون نفر است. بیشتر از نصف پایتخت‌های کشورهای جهان خط ساحلی دارند، ولی مسکو اصلاً به دریا نزدیک نیست. در وسط شهر مسکو رودخانه‌ای به اسم رودخانه مسکو جریان دارد و این رودخانه مکانی است که روس‌ها در تابستان و زمستان در کنارش لحظات آرامبخشی را سپری می‌کنند. کاخ مشهور کرملین درست در وسط شهر مسکو قرار دارد. این کاخ یکی از نمادهای بزرگ روسیه است و هر کسی که به روسیه سفر می‌کند جلوی این کاخ عکس یادگاری می‌گیرد. در حال حاضر محل سکونت رسمی ولادیمیر پوتین کاخ کرملین است. مسکو شهر دادگاه‌های عالی، مراکز اداری کشور و اولیگارش‌های ثروتمند است. به همین خاطر مدام صدای آژیر در این شهر به گوش می‌رسد و ماشین‌های لوکس را می‌توان دید که باعث قفل شدن ترافیک داخل شهر می‌شوند. لازم به گفتن است که در مسکو کاخ‌های زیادی به اسم کرملین وجود دارد. از طرف دیگر میدان سرخ نیز در مسکو قرار دارد و اطراف این میدان پیاده‌رو است و کوچکترین زباله‌ای در این پیاده‌رو پیدا نمی‌شود. میدان سرخ محبوب ترین مکان برای توریست هایی است که به روسیه و مسکو سفر می کنند و آنها بیشتر وقت خود را در این میدان می گذرانند. کلیسای جامع سنت باسیل در میدان سرخ قرار گرفته و یکی از نمادهای مسکو و این میدان است و با همه شکوه و ابهتش هنوز پابرجاست. در حال حاضر توریست های زیادی از این میدان دیدن نمی کنند و علت این امر نیز روابط سیاسی سرد روسیه با غرب است و شرکت های هواپیمایی غربی یا تعداد پروازهای خود را به روسیه کاهش دادند و یا اینکه کلاً پروازهای خود را متوقف کردند. روسیه به خاطر داشتن جمعیت زیاد و منابع غنی به کشورهای خارجی وابستگی ندارد. به همین خاطر مسکو در هیچ زمانی از سال سوت و کور نیست. بزرگترین نشانه جنب و جوش در مسکو نیز فستیوال‌های متعددی است که در این شهر برگزار می‌شود. اگر خوش شانس باشید ممکن است زمان سفر به مسکو شاهد این فستیوال‌ها باشید. شاید این فستیوال‌ها برای خود روس‌ها معمولی باشد، ولی مطمئن هستم که برای خارجی‌ها خیلی جالب و جذاب خواهد بود. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا فصل تابستان است، اما در مسکو هوا هنوز هم بسیار سرد است. اگر بخواهیم زندگی معمولی در مسکو را به شما نشان دهیم، باید بگوییم که این روزها و شب‌های مسکو بسیار زنده است. علیرغم تأثیرات جنگ، زندگی فعال و آرامی در مسکو جریان دارد. مردم در قالب گروه‌های دوستانه خیابان‌های
خیابان‌های مسکو را پر می‌کنند و هیچ کس در خیابان تک و تنها نیست. بعضی از مردم همراه با دوستان خود روی نیمکت‌ها می‌نشینند. بعضی‌ها در کافه‌ها دور هم جمع شده و برای همدیگر داستان جالبی تعریف می‌کنند. بعضی‌ها نیز در خیابان سوژه عکاسی عکاسان هستند. این عکس انداختن خیلی مهم است، چون موقع سفر به مسکو ممکن است با چیزی که عموماً با آن مواجه نمی‌شوید مواجه شوید. در مرکز مسکو عکاسانی با دوربین‌های حرفه‌ای وجود دارند و از مردم روسیه که نسبت به زیبایی و ظاهر خود خیلی حساس هستند در قبال دریافت پول عکس می‌گیرند و کسب درآمد می‌کنند. حتی بعضی از عکاسان به قدری معروف شده‌اند که در بخشی از شهر مکانی به کار خود اختصاص دادند. عموماً معماری‌های روسیه به خوبی معماری‌های اروپایی و غربی است و هر کدام از این معماری‌ها اثری نمادین برای این کشور به حساب می‌آید. مسکو تا حد زیادی انتظار شما از یک پایتخت و یک شهر به عنوان مکانی ایدئال که قصد زندگی در آن دارید را برآورده می‌کند. برای زندگی در این شهر نیاز به درآمدی حدود 4 الی 5,000 دلار هستید. در غیر این صورت زندگی در مسکو ممکن است برای شما سخت شود. فقط افراد بزرگسال نیستند که به شهر مسکو می‌آیند، بلکه جوانان نیز از 4 گوشه روسیه به سوی مسکو سرازیر می‌شوند، چون بزرگترین دانشگاه فنی کشور در مسکو قرار دارد و با آموزش‌هایی که در این دانشگاه داده می‌شود، فارغ التحصیلان می‌توانند مشاغلی در عرصه بین‌المللی پیدا کنند. در حال حاضر در مسکو 13 دانشگاه وجود دارد. از طرف دیگر در مسکو عکاسان و کسانی که تمایل دارند عکسشان گرفته شود را زیاد مشاهده می‌کنید، چون روس‌ها مخصوصاً زنان روس واقعاً دوست دارند عکس بیاندازند. اگر بدون اطلاع نیز از آنها عکس بگیرید با شما با عصبانیت برخورد نمی‌کنند. برعکس لبخند می‌زنند و در برابر دوربین شما ژست نیز می‌گیرند. به نظرم روس‌ها نه فقط برای خارجی‌ها بلکه برای خودشون هم جذاب هستند. وقتی به چهره روس‌ها نگاه کنید متوجه می‌شوید که روس‌ها از نژاد اسلاو هستند و خصوصیاتی از این نژاد را دارند. از هر 10 نفر 8 نفر سفیدپوست و بیشتر موطلایی هستند. به همین خاطر رنگ چشم بیشتر روس‌ها آبی و یا سبز است. البته مفهوم زیبایی برای هر فردی نسبی و متفاوت است، ولی بیشتر مردم دنیا عاشق ظاهر اسلاوها هستند و واضح است که روس‌ها نیز متوجه این علاقه هستند که اعتماد به نفس خیلی بالایی دارند. روس‌ها نه تنها موقع شب برای رفتن به جایی لباس‌های شیک می‌پوشند، بلکه همچنین در دیدارهای دوستانه نیز لباس‌های بسیار شیکی می‌پوشند. روسیه کشوری مسیحی مذهب و ارتدوکس هست، ولی ساختار مذهبی و مدیریتی این کشور در نحوه پوشش و سبک زندگی مردم کوچکترین دخالتی نمی کند. روس‌ها هر طوری که دوست داشته باشند لباس می‌پوشند و از طرف جامعه و دولت تحت فشار نیستند. در روسیه مردم نه تنها در مکان‌های خاص بلکه در طول روز نیز در خیابان‌ها نیز رقص می‌کنند. شور زندگی روس‌ها کمتر از سبک زندگی اروپا نیست و فعالیت‌های بی‌نهایت سرگرم کننده و مفرح دارد. انگیزه بالای مردم باعث شده تا جوانانی که به دنبال یک لقمه نان هستند با نواختن موسیقی در مسکو کسب درآمد کنند. در هر گوشه خیابان نوازندگانی با آلات موسیقی مختلف در حال نواختن هستند و به همین خاطر ممکن است موقع گشت و گذار در مسکو مدام صدای آهنگ‌های زیبا به گوشتان بخورد. همچنین در ساعات غروب خورشید پیاده‌روهای مسکو کم کم پر از مردم می شود و به همین خاطر هیچ پیاده‌رویی خلوت و خالی نیست. مردم اگر به کافه ها نیز نروند با دوستان و نزدیکان خود این پارک ها و فضاهای پیاده را کاملا پر می کنند. حتی در مسکو بعضی از افراد ماشین هایشان را در گوشه پارک کرده و صندوق عقب ماشین هایشان را باز کرده و قلیان می کشند و لذت می برند. این وضعیت چیز نادری نیست، ولی کسانی که در پارک ها جای خالی پیدا نمی کنند قلیان و نوشیدنی خود را در صندوق عقب ماشین گذاشته و از فضای باز لذت می برند. بعضی ها نیز به جای خوردن و نوشیدن از صحبت کردن در کنار رودخانه لذت میبرند و بدین شکل وقت گذرانی میکنند و یا حتی بعضی از روزها هنگام غروب از نیمکت‌ها برای کارهای مختلفی استفاده میکنند. در خیابان‌های مسکو میتوان دید که بعضی علیرغم جوان بودن دخانیات زیادی مصرف میکنند و افراد بالای 65 سال خیلی در شهر دیده نمیشوند. بیشتر افراد کمتر از 50 سال سن دارند. افراد مسن را بیشتر در مترو میبینید و در خیابان‌ها زیاد دیده نمیشوند.
صحبت از مترو شد. لازم به یادآوری است که متروی مسکو یکی از بزرگترین و پرخطوط‌ترین متروهای دنیاست. شکوه و ابهت پایتخت بودن برازنده شهر مسکو است. سیستم حمل و نقل مسکو بسیار دقیق است و مثل بقیه متروهای روسیه، متروی مسکو نیز صاحب معماری زیبایی است. این مترو فوق‌العاده شیک و یادگار شوروی سابق یکی از چیزهایی است که روس‌ها در آن بسیار ماهر هستند. برای درک بهتر این موضوع بهتر است که خودتان ببینید که هر کدام از ایستگاه‌های متروی مسکو چقدر مرتب و تمیز است. در روسیه 11 خط مترو و بیش از 160 ایستگاه وجود دارد. در مسکو علاوه بر مردم که بسیار شیک پوش هستند، ماشین‌های لوکس زیادی نیز می‌توانید ببینید. این ماشین‌های لوکس مخصوصاً در ساعات غروب بیرون می‌آیند و هر کدام از این ماشین‌ها واقعاً چشم‌ها را خیره می‌کند. سرتان را به هر طرف که بچرخانید ماشین‌های فراری، لامبورگینی و مرسدس و انواع دیگری از این نوع ماشین‌های لوکس در یک آنجا روی چشم شما ظاهر می‌شود. در مسکو خیابانی به اسم مالایا برونا وجود دارد که قشر فرهیخته و نخبه در آنجا زندگی می‌کنند و افراد ثروتمند اکثراً در این خیابان وقت گذرانی می‌کنند. به همین خاطر می‌توانید مراکز خرید برندهای بسیار گران قیمت و ماشین‌های بسیار لوکس و گران را در خیابان مالایا و پتروفکا مشاهده کنید. هنگام غروب می‌توانید خودتان را به ترافیک و سیل جمعیت این خیابان‌ها برسانید. همچنین چون شهر مسکو دارای ساختارهای بین‌المللی است، به همین خاطر اگر زبان روسی را نیز خوب نتوانید صحبت کنید، می‌توانید انگلیسی صحبت کنید و کارتان را راه بیاندازید. این شهر به خاطر اینکه شهری بین‌المللی است، از دید فرهنگ غذایی نیز غذاهای مناسب با ذائقه هر شخص در آن پیدا می‌شود. همچنین افرادی که تازه ازدواج کرده اند به این خیابان شلوغ مسکو زیاد سر می‌زنند. روس‌ها مراسم عقد خود را در این قسمت از شهر برگزار کرده و در کنار رودخانه مسکو می‌توانید همزمان چندین عروس و داماد و صدها نفر مهمان ببینید و از دیدن این موضوع تعجب نکنید. مراسم عقد این زوج‌های روس همراه با موسیقی و ضرب و برق نیست، بلکه بسیار ساده است و با مشارکت مهمانان خاص برگزار می شود. خلاصه اینکه در حال حاضر مردم مسکو برخلاف مشکلات سیاسی روسیه زندگی شاد و با امنیتی دارند. به نظر می رسد که علیرغم همه چیز مسکو همچنان قرار است به عنوان یکی از پایتخت‌های جذاب و زیبای جهان باقی بماند. حداقل اینطور به نظر می آید که ساکنان مسکو از زندگی در روسیه راضی هستند و در چهره‌هایشان اثری از ترس و محدودیت دیده نمی شود. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.